نمایشگاه قرآن کریم و کتاب به مناسبت ماه مبارک رمضان امروز در شهر کابل آغاز شد و 7 روز ادامه خواهد یافت. این نمایشگاه از سوی ریاست انتشارات بیهقی وزارت اطلاعات فرهنگ برآ انداخته شده. کتاب ها و نسخه های قرآن کریم که از سوی ریاست جدیداً چاپ شده را به نمایش گذاشتند. بازدید کنندگان از برگزاری نمایشگاه خرسندند و خواهان برگزاری بیشتر همچون برنامه ها اند. در شرایط فعلی و فکر میکنم که بسیار مفید است، به خاطر از اینکه دور شدیم از این کتاب و کتابخوانی و از این تو فضاها دور شدیم و هرچی دورتر شویم یقینا که ما فاصله میگیریم از این. پیام ما برای مردم ما و بخصوص نسل جوان ما این است که اگر میخواین که زندگی بهتر و خوبتر داشته باشند و اگر میخواین کشور در حال پیشرفت و توسعه داشته باشند، رجوع به کتاب بهترین راه رسیدن به هدف است و این مطالعه بدون شک جامعه را به طرف پیشرفت و شکوفایی سوق می‌دهد. مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ میگویند که هدف از برگزاری نمایشگاه تشویق جوانان به مطالعه است. د کتاب او ورځنۍ نندارتون پرانیستل شوی. هدف دا دی چې دلته د بیهقي ریاست له لورې کوم کتابونه او د قرآن عظیم شان نوي ډولونه چاپ شوي هغه نندارې ته کېښودل شي. همدا ډول زموږ د خصوصي ناشرانو چې کوم کتابونه په چاپ باندې رسولي دي زموږ هیوادوال راسي او هغه رانیسي. همدا ډول ځوانان وهڅېږي د دې دپاره چې مطالعې او د کتاب لوستلو ته مخکې. قابل ذکر است که این نمایشگاه در منطقه دی افغانان شهر کابل برگزار و هزارها کتاب به نمایش گذاشته شده است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.